سلام دوستان عزیزم، انشاءالله که حال دلتون خوب باشه. میخوام چند تا دعا و چند تا ذکر بهتون بگم. اگر دوست دارین انجام بدین تا به خواستتون برسین. انشاءالله که هر کس هر خواسته هر گرفتاری داره گرفتاریش رد بشه و به خواسته دلش برسه. هر آرزویی داری به آرزوت برسی. هر مشکلی داری انشاءالله مشکلاتت حل بشه. دوستان تو ماه رجب، تو ماه شعبان، تو ماه رمضان این سوره ها معجزه میکنه برای هر گرفتاری، هر مشکلی که داری. 100 مرتبه سوره حمدو بخون، 100 مرتبه سوره توحید رو بخون، 1 مرتبه سوره واقعه رو بخون، 1 مرتبه سوره زاریات بخونی، سوره یاسین رو بخونی، 1 مرتبه سوره صافات بخون و 100 مرتبه سوره قدر رو بخون، 100 مرتبه سوره فلق بخون. انشاءالله هر مشکلی، هر گرفتاری داشته باشی با خوندن سوره های قشنگ قرآن گره از گرفتاریت باز میشه، مشکلت حل میشه. فقط کافیه از ته دل نیت کنی و خواستتو از خدا بخوای و این سوره ها رو بخونی. وقتی دیدی کارات گره خورده، به مشکل برخوردی، جایی رفتی یه گرفتاری برات پیش اومد، مشکل برات پیش اومد، کافیه این کار رو انجام بدی. سرتو بذار رو مر و 3 مرتبه فقط 3 مرتبه بعد از نماز 3 مرتبه بگو، 3 مرتبه بگو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 3 مرتبه بگو، انشاءالله که رفع مشکل میشه، رفع گرفتاری میشه. هر مشکلی، هر گرفتاری داری با خوندن این ذکر قشنگ مشکلت حل میشه. دوستان حتما بخونین و معجزه این ذکر قشنگ رو ببینین. پیدا شدن گم شده یا چیزی که مفقود شده، مثل کلید، مثل طلا، مثل پول، مثل کارت ملی گم کردین، کافیه این ذکر رو بگین. انشاءالله که با مداوم گفتن این ذکر پیدا میشه. آیه 8 سوره طارق و آیت الکرسی رو بخونین، انشاءالله که هرچی گم کردی پیدا میشه. برای زیاد شدن مشتری، چه تو مغازه چه تو خونه وسیله میفروشی، چیزی میفروشی یا تو مغازه مشتری برات نمیاد، این ذکر رو بگو. برات مشتری مثل مور و ملخ میریزه، فراوونی مشتری پیدا میکنی با گفتن مداوم این ذکر. 284 مرتبه بگو یا تواب و یا رحیم. در مغازت وا کن، برو بشین تو مغازت، نیت کن، بعد 284 مرتبه بگو یا تواب و یا رحیم. یا تواب و یا رحیم یکی از ذکرهای برکت و گشایش رزق و روزی فراوان هم تو خونه هم تو مغازه است. حتما انجام بده. معجزه ذکر یا تواب و یا رحیم رو ببین. وقت مستاجری هر دری زدی نشد خونه بخری، یه راه حلی بهت میگم انجام بده، ولی مداوم باید انجام بدی. هر روز انجام بده، خدا یک گشایشی برات باز میکنه، انشاءالله که خونه دار میشی. یه دونه کلید بردار، 70 مرتبه روش بخون یا مسبب الاسباب. بعد این کلید رو بذار یه گوشه از خونه، به کسی هم چیزی نگو. این کلید رو بذار یه گوشه از خونه. هر روز آیه 29 سوره مومنون رو 25 مرتبه بخون و 14 مرتبه بگو یا جواد الائمه ادرکنی. انشاءالله به سال نکشیده خونه دار میشی. به امید خدا و توکل بر خدا حتما انجام بده، انشاءالله که خونه دار میشی. گناهامونو پاکسازی کنیم.
هر گناهی کردیم، هر کاری کردیم، خلاصه انسان جایز الخطاست، گناه میکنه. هر کاری کردین هر روز این ذکر رو فقط 34 مرتبه بگو. 34 مرتبه بگو لا اله الا الله. 34 مرتبه بگو استغفر الله ذل جلال و الاکرام. 34 مرتبه بگو استغفر الله ربی اتوب الیه. حتما این ذکرها رو بگو تا انشاءالله گناهات بخشیده بشه. هر کاری کردی خدا تو رو ببخشه تو این ماه رجب، ماه قشنگ رجب. معجزه ذکر استغفار میخوام بهتون بگم که اگر استغفار کنین چه معجزه هایی براتون به وجود میاد. به بنبست خوردی، راه چاره نداری، کافیه روزی 100 مرتبه بگی استغفر الله ربی اتوب الیه. حتما بگو. استغفار رو هر روزی 100 مرتبه بگی، جایی که فکرش هم نمی کنی خدا برات درست میکنه، خدا برات جور میکنه، خدا برات میسازه. فقط کافیه بگی استغفر الله ربی اتوب الیه روزی 100 مرتبه. 2 ذکر طلایی برای رزق و روزی. ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله علی العظیم. این یه دونشه. یه دونم حسبی الله نعم الوکیل. حتما اینا رو بگو، انشاءالله رزق و روزی برات میاد فراوون. اونایی که قرض دارن، بدهکاری دارن، نمیتونن قرضشونو بدن، کافیه هر روز 100 مرتبه سوره حمدو بخونی. بخون برات یه گشایشی باز میشه. میدونستین که اگر هر روز فقط 14 مرتبه بگی اللهم اجعل لولیک الفرج، چقدر گشایش برات باز میشه، چقدر رفع مشکلات میشه، چقدر گرفتاریت برطرف میشه، چقدر سبک میشی، چقدر حال دلت خوب میشه. کافیه هر روز با امام زمانت حرف بزنی، کافیه فقط بگی اللهم اجعل لولیک الفرج. خیلی آسانه دوستان. وقتی که ارتباط با حضرت مهدی داشته باشی، هر مشکلی داشته باشی مشکلت حل میشه، هر گرفتاری داشته باشی گرفتاری حل میشه. من مطمئنم که دارم بهتون میگم دوستان. اونایی که بچه دار نمیشن، هر کاری کردن بچه دار نشدن، دامنشون سبز نمیشه، دکتر رفتن، دارو خوردن، طب سنتی رفتن، نشد، یک بار که اینجوری بهتون میگم انجام بدین. هر روزی 1 بار زیارت جامعه رو بخون و هدیه کن به امام زمان. انشاءالله که دامنت سبز میشه، بچه تو بغل میگیری. الهی آمین. اگر انشاءالله بچه دار شدی، بچه تو بغل کردی، همیشه روزهای 3 شنبه نون و پنیر و سبزی پخش کن، حتی شده 5 لقمه. انشاءالله که دامنت سبز میشه. باورتون نمیشه با چله زیارت عاشورا بیشتر دوستان حاجت روا شدن، حاجت گرفتن. اگه شروع نکردی از امروز شروع کن. 1 بار زیارت عاشورا رو بخون و هدیه کن به آقا امام حسین. بعد نتیجه عالی و نورانیشو میبینی. اول 3 تا صلوات بفرست، 1 بار زیارت عاشورا رو بخون و دوباره 3 مرتبه صلوات بفرست و هدیه کن به آقا امام حسین. انشاءالله که حاجت روا میشی. هر روزم که از خواب بیدار شدی، اول 1 سلام به آقا امام حسین بده. سلام علیک یا ابا عبدالله. هر روز فقط 1 مرتبه یه سلام به آقا امام حسین بده. بعد نتیجه عالیشو تو زندگیت میبینی. اگرم با من همراهی، کافیه چنل یوتیوب ما فالو کنی. به امید دیدار، التماس دعا.